سلام به همگی. امروز اومدم با یه دستور پخت خاص از یه غذای معروف هندی به اسم چیکن 65 و چیکن گریوی. امیدوارم ازش لذت ببرید. اگه عاشق غذاهای پر ادویه و خاص هستید سابسکرایب یادتون نره. خب حالا بریم برای مواد لازم برای 4 نفر. اول 2 تا پیاز خورد میکنیم و میذاریمش کنار. حالا پیازایی که خورد کردیم رو میذاریم کنار. یه گوجه رو برمی‌داریم و پوستش رو میکنیم و خوردش میکنیم. مقداری هم سیر و زنجبیل لازم داریم که باید رندش کنیم. خب برای شروع یه قابلمه میذاریم روی گاز که گرم بشه. بعدش روغن بهش اضافه میکنیم. وقتی که روغنش یه مقدار گرم شد حالا بهش برگ و چوب دارچین اضافه میکنیم. بعدش پیازای خورد شدمون رو بهش اضافه میکنیم تا خوب سرخ بشه. حالا بهش سیر و زنجبیل رنده شده رو اضافه میکنیم تا اونم با پیازمون خوب سرخ بشه. موقع اضافه کردن ادویه است که من زردچوبه اضافه میکنم. بعد یکم زیاد میشه که برش میدارم و حالا خوب میکسش میکنم که با هم دیگه سرخ بشن. نیم کیلو مرغی که شسته بودم و خورد کرده بودم الان به پیاز داغم اضافه میکنم و سرخش میکنم. الان موقع اضافه کردن گوجه است که به غذامون اضافه میکنیم تا خوب سرخ بشه با موادمون. دیگه زیر شعله رو کم میکنیم و در غذامون رو میذاریم تا یکم موادمون با هم دیگه جا بیفته و خوب مخلوط بشه. خب الان وقت اضافه کردن ادویه هستش. الان پودر فلفل قرمز استفاده میکنم. البته من کم استفاده کردم. تو غذا هندی باید خیلی تندتر باشه، ولی حالا واسه اینکه خیلی تند نشه شما میتونید کمتر بزنید با به میل خودتون. بعد فلفل سیاه، مقداری زیره، حالا پودر گشنیز یا کوریاندر پودر استفاده میکنید. اینجا داشت من اذیت میکرد، نمیخواست بیاد بیرون، ولی خب بالاخره انقدر سماجت کردم تا پودرش اومد. 2 تا 3 قاشق سوپخوری پودر گشنیز کافیه. الان وقت استفاده از ادویه مخصوص این غذا هستش که اصلا این ادویه در واقع چیکن ماسالا باعث مزه خاص این غذا میشه. و نمک که به میزان لازم به غذامون اضافه میکنیم و بعدش خوب مخلوطش میکنیم. آخر سر زیر غذامون رو یه مقدار کم میکنیم و درش رو میذاریم تا غذا خوب جا بیفته. بعد از نیم ساعت غذا رو چک میکنم و توی این مرحله بهش 2 لیوان آب جوش اضافه میکنم و دوباره اجازه میدم که حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه دیگه با شعله کم بپزه تا غذا خوب جا بیفته. بعد از 40 دقیقه غذامون چک میکنم. اینجا سطح غذامون روغن افتاده، برای این یعنی که غذامون آماده است واسه سرو. و حالا برای دستور پخت چیکن 65 خوشمزمون که من نیم کیلو مرغ که بیشتر سینه مرغ و رون مرغ هست شستم و خوش شده. حالا بهش مقداری زردچوبه اضافه میکنم و 1 قاشق ماست اضافه میکنم. این ماست میتونه ماست یونانی یا هر ماستی که تو دسترستون هستش باشه.
و حالا ادویه اصلی و جادویی این غذا که بهش میگن چیکن 65 پودر، که این در واقع ادویه باعث مزه خاص و جادویی این غذا میشه. حدوداً 2 تا 3 قاشق غذاخوری بهش ادویه اضافه میکنیم و مقداری هم نمک و بعدش خوب میکسش میکنیم. من نمک خیلی کم استفاده کردم چون خود این پودر چیکن 65 نمک داره داخلش. وقتی خوب مواد رو با هم دیگه میکس کردیم اجازه میدیم توی یخچال حدود نیم ساعت استراحت کنه. توی این مرحله مایتابه رو میذاریم رو گاز و روغن میریزیم، اجازه میدیم تا روغنش خوب گرم بشه. وقتی که گرم شد مرغمون رو میریزیم داخلش و سرخش میکنیم. وقتی که یه سمتش سرخ شد میچرخونیم تا سمت دیگرش هم خوب سرخ بشه. وقتی دو سمتش کاملا سرخ شد دیگه از روغن درش میاریم و آماده میشه برای خوردن. حتما بهتون پیشنهاد میکنم غذا رو امتحان کنید، بسیار خوشمزه و لذیذه. یک بار بپزید عاشقش میشید. برای تهیه این ادویه ها هم سمت بازار تهران قسمت ادویه فروشاش من دیدم که این ادویه ها رو دارن و اگه بتونید تهیهش کنید و غذا رو یک بار امتحان کنید مطمئنم که پای ثابت غذاتون میشه. خیلی هم سریع آماده میشه و بسیار هم خوشمزه و لذیذه. نوش جونتون.